محمد الجولانی رهبر گروه شبای نظامی هیئت تحریر الشام یا HTC است که یکی از مهمترین گروه های مخالف در جنگ داخلی سوریه شمرده می شود. او در ابتدا به نام اصلیش احمد حسین الشرپوی شناخته می شود، اما هویت واقعیش برای مدت زیاد پنهان نگاه داشته شده بود. پیشینه تولد و هویت: اطلاعات دقیق در مورد تاریخ تولد او محدود است، اما گفته می شود که در اوایل 1983 در سوریه به دنیا آمده است. دومین، فعالیت در القاعده: الجولانی نخست به عنوان یک از اعضای گروه القاعده در عراق شناخته می شد. او تحت فرماندهی ابو معصب الزرقاوی رهبر القاعده عراق فعالیت می کرد. سومین، بازگشت به سوریه: پس از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 او به سوریه برگشت و گروه جعبه النصره را تأسیس کرد. این گروه به عنوان شاخه رسمی القاعده در سوریه شناخته می شد. چهارم، جدایی از القاعده: در سال 28 الجولانی اعلان کرد که جبهه النصره رابطه خود را به القاعده قطع کرده و نام گروه را به جبهه فتح الشام تغییر داد. این اقدام برای کاهش فشارهای بین المللی و جذب حمایت محلی انجام شد. پنجمین، تشکیل هیئت تحریر الشام یا HTC: در سال 2015 شعبه فتح الشام با چندین گروه دیگر ادغام شد و هیئت تحریر الشام تشکیل گردید. محمد الجولانی همچنان به عنوان رهبر این گروه باقی مانده است. این گروه اکنون کنترل بخش‌های از شمال غربی سوریه و به ویژه داستان ادلب را در اختیار دارد. ایدئولوژی و اهداف: الجولانی و گروهش به دنبال ایجاد حکومت بر اساس قوانین شریعت اسلامی هستند. به این حال تلاش کردند خود را به عنوان نیروی محلی که تمرکزش بر مسائل سوریه است معرفی کنند و از اتهامات افراط‌گرایی جهان دور بماند. جایگاه بین المللی: گروه HTC از سوی بسیار از کشورها از جمله ایالات متحده و سازمان ملل متحد در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. با این وجود این گروه تلاش کرده است که از طریق رسانه‌ها و فعالیت‌های سیاسی تصویر خود را تغییر دهد. محمد الجولانی از شخصیت‌های کلیدی در جنگ سوریه است که نقش مهمی در تحولات این کشور داشته است.